برای زندگی هر آدمی برد و باخت فرق میکنه. تو تا تهش برو ولو ببازی، ولی تا تهش برو. اما یادتونم باشه ما انسان ها محکوم به تلاشیم، محکوم به نتیجه نیستیم. نتیجه رو بسپرید به اون کسی که باید، با تمام وجود. ببین از اعماق قلبت بسپر به خودش. یعنی به نظر من چیزی به جز این دوتا نیست. من ته خودم رو بذارم و نتیجه رو واگذار کنم به اون کسی که حتما بهتر از اون چیزی که من فکر میکنم رو میخواد. من نوعی، من انسان. خیلی وقتا ما به لفظ میگیم حالا سپردیم به خودت، ولی ته دلمون دوست داریم بشه، بعد نمیشه فوشش هم میدیم. تازه میگه خودت چرا نمیشه؟ بابا شاید نمیخواد بشه، میخواد یه چیز بهتر از اونی که تو میخوای برات بشه. وایسا با تمام وجود با اعماق قلبتون بسپرید بشه. اصلا بسپر که نشه. اگه اون صلاح میدونه نشه تو بسپر که نشه. نمیدونیم چی خیر و صلاح بود. اصلا تو تا تهش برو که ببرسی.